مظاهرات سلمیه چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه چرا تیر میندازی؟ تو که خواهی که تو نبردن. شما خیال کردی معروف خرن یا خیال کردی من خرم زنگ میزنی من تهدید کنی؟ به قرآن میام با قدرت بیشتر. تو برو اینو به هر خری هم میخوای بگی بگو. انشالله موفق باشی. سلامت باشی. من امشب میبینم تو بیا بیا که کوچه میزنم تو را صدا صدا به نام کوچکت که نام آزادیست. بگو بگو به هر که بغض کهنه‌اش نشسته در گلو بگو در این میان تنها نیست آزادی. زن زندگی زن زندگی آزادی آزادی زن زندگی زن زندگی آزادی. ما دگر از حصار ترس رد شدیم عاقبت راه کوچه را بلد شدیم. موی تو بوسه زد به روی بادها زنده شد شهر من مرد بادها. به رغم چکم پوشها چون خود فروشها به یاد خون خواهرت شکنجه برادرت به نام نامی وطن بمان و در کنار من بخوان بخوان که این سرود ناگهان دهان دهان رسیده تا به هر کنار با شادی. آزادی زن زندگی زن زندگی آزادی زن زندگی زن زندگی آزادی. آقا مظاهرات سلمیه چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه چرا تیر میندازی؟ تو که خواهی که تو نبردن. شما خیال کردی معروف خرن یا خیال کردی من خرم زنگ میزنی من تهدید کنی؟ به قرآن میام با قدرت بیشتر. تو برو اینو به هر خری هم میخوای بگی بگو. انشالله موفق باشی. سلامت باشی. من امشب میبینم تو بیا بیا که کوچه میزنم تو را صدا صدا به نام کوچکت که نام آزادیست. بگو بگو به هر که بغض کهنه‌اش نشسته در گلو بگو در این میان تنها نیست آزادی. زن زندگی زن زندگی آزادی آزادی زن زندگی زن زندگی آزادی. ما دگر از حصار ترس رد شدیم عاقبت راه کوچه را بلد شدیم. موی تو بوسه زد به روی بادها زنده شد شهر من مرد بادها. به رغم چکم پوشها چون خود فروشها به یاد خون خواهرت شکنجه برادرت به نام نامی وطن بمان و در کنار من بخوان بخوان که این سرود ناگهان دهان دهان رسیده تا به هر کنار با شادی. آزادی زن زندگی زن زندگی آزادی زن زندگی زن زندگی آزادی. دلپذیر شد گل از خاک بردمید پرستوده باز گردد نغمه امید به جوش آمد از خون درون رگ گیان بهار خجسته پاک فراوان رسد درا بهار خجسته پاک فراوان رسد درا.
ایشان به دوستان به یاران آشنا به مردان چیز پشت پیکار می کنند به آنان که با قلم تماهی در را به چشم جهانیان پدیدار می کنند بهاران خجسته باد بهاران خجسته باد و این بندگی و این دور فضل و جد به سر تا سر جهان به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد نگون و گسسته باد به خویشان به دوستان به یاران آشنا به مردان چیز کشت پیکار می کنند به آنان که با قلم تماهی در را به چشم جهانیان پدیدار می کنند بهاران خجسته باد بهاران خجسته باد بندگی و این بار فقر و جد به سر تا سر جهان به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد نگون و گسسته باد زخم برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری نه سنگسارها نه پای چوب دارها نه گریه های بارها نه ننگ و آرها جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری پای چوب دارها نه گریه های بارها نه ننگ و آرها جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری لا 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 با اعدام گل و قتل چکاور نمیتونی بترسونی کسی رو قناری عمری از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو رجز میخونی از مرگ و مجازات رجز میخونی از زنجیر و میله تموم ترس تزینه ببین
پروانه نمونده توی پیله، به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل که خونه اون قناری تو رگامه، به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل که جای خون اراده تو رگامه، به ترس از من، به ترس از من دیگه چیزی ندارم که ببازم، به ترس از من، به ترس از من میخوام با جرأتم رویا بسازم. دیگه آب از سر دریا گذشته، دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی میخوام با جرأتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم، قانون بپوشم، لباس رعیت و از تن درارم، میخوام تو خاک تاریخ سیامون نهال روشنایی رو بکارم، به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل به جای خون اراده تو رگامه، به ترس از من، به ترس از من دیگه چیزی ندارم که ببازم، به ترس از من، به ترس از من میخوام با جرأتم رویا بسازم، به ترس از من، به ترس از من دیگه چیزی ندارم که ببازم، به ترس از من، به ترس از من میخوام با جرأتم رویا بسازم، میخوام با جرأتم رویا بسازم. ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، بیا بیا تو هم کنار من، بمان بمان هوای رستمان، سرود روشن سپید از بز شبان، صدای غرش نهایی و خروش من، زن جهان رانه‌ای از این سرودگان، شکفتنی چشم نشان ما در این جهان، بیا بیا تو هم کنار من، بخوان بخوان هوای رزمگان، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی. درودهای انقلابی من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله. یک بار دیگر در خدمت شما هستیم با پخش زنده ویژه اعتراضات و اعتصابات سراسری در
ایران. این صدای انقلاب است که ما در گوشه و کنار ایران میشنویم. در این برنامه همراه هستیم با همکارم کاوان صنیعی از بخش خبر. با ما باشید. رفیق کاوان خیلی خوش اومدید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما رفیقانی عزیز و تمامی بینندگان محترم تلویزیون حزب کمونیست ایران و کماله. امیدوارم هر جا که هستن موفق و مؤید باشن. خیلی خوش اومدید. رفیق کاوان، ما هفته گذشته با هم در مورد انقلابی که الان در ایران رو به وقوع حرف زدیم. نسبت به هفته گذشته ما شاهد چه تغییراتی بودیم؟ حتما. البته من دوست دارم، جلسه پیش هم ما راجع به این مسئله بحث کردیم که آیا واقعا ما وارد شرایط انقلابی شدیم یا نه، الان تو چه وضعیتی هستیم. عموما بسیاری از رسانه ها رو وقتی که باز میکنی و کارشناسای مختلفی میان در این زمینه صحبت میکنن، هیچگاه به این مسئله اشاره نمیکنن که الان ما تو چه موقعیتی هستیم. ما اگه درک درستی از شرایط عینی و واقعی جامعه و وضعیت جنبش اعتراضی که هستش نداشته باشیم، محاسباتمون هم دچار اشتباه میشه و طبعا راهکارهایی هم که ارائه میدیم راهکارهای واقعی نیستن و مردم رو مایوس میکنه از ادامه مبارزاتشون. پس باید ما به عنوان بخشی از اپوزیسیون و به عنوان حزبی که پیشینه داره تو این زمینه، سابقه مبارزاتی گسترده‌ای داره و مطالعات گسترده‌ای هم تو این زمینه هست، ما بهترین مطالعات رو در خصوص جنبش‌های اعتراضی، رشدش، پیشرفتش، تثبیتش، همه اینها در مورد احزاب چپ، گروه‌های مختلف چپ دنیا داریم. تجارب بسیار گرانبهایی که ما میتونیم از این بهره ببریم. پس ما میایم سراغ این مسئله که الان ما در چه وضعیتی هستیم. همیشه عنوان میشه که الان نارضایتی عمومی در سطح جامعه بسیار بالاست. این یه واقعیت انکار ناپذیریه. یعنی ما برای اینکه بخوایم یک جنبشی را راه بیاندازیم باید این بستر فراهم باشه. یعنی پس نارضایتی عموم در سطح وسیعش در سطح جامعه وجود داشته باشه. پس این یک خصیصشه. اما اینکه این نارضایتی تبدیل بشه به اعتراض، این خودش یه پروسه است. ما در طی سالهای گذشته اینو داشتیم. مثلا نارضایتی معلمان رو داشتیم، بازنشستگان رو داشتیم، مالباختگان رو داشتیم. همه اینا پراکنده بوده، در سطوح مختلف در جای جای ایران وجود داشته. اما اینی که ما بخوایم اونو یک جنبش بدونیم یا نه بستگی به یه سری عوامل داره. پس اول بستر فراهم میشه، نارضایتی باید باشه و این رو هم باید اضافه کنم که تفاوت زیادی هست ما بین فرد ناراضی و فرد معترض. کسی که ناراضی، خیلی ها الان هم تو همین وضعیتی که هستیم در ایران شاهدش هستیم، بسیاری هستن و من تو خونه های خودشون شعار میدن، نمیان بیرون یا فیلم میگیرن تو سطح خیابون. اینها نپیوستن، ناراضی هستن. اینا به اون دلیل نیست که از رژیم جمهوری اسلامی راضی هستن یا میخوان این وضعیت بمونه. اونا همون قشر ناراضی هستن ولی تبدیل به معترض نشدن. اونایی که تو سطح خیابون هستن اونا معترضن، برای اینکه از فاز تئوری و نظری خارج شده و وارد عرصه عمل شدن. اونا دارن بها میپردازن تو سطح جامعه. پس این تفاوت هست بین فرد ناراضی و فرد معترض. و اینکه این عده‌ای که میان بیرون بخوان این نارضایتی عمومی رو تبدیل به یک جنبش اعتراضی بکنن، نیاز به چند خصیصه داره. اولش این که باید این نارضایتی تداوم پیدا بکنه. یعنی اینجوری نباشه که یه مدت باشه یه مدت نباشه، باید مدام باشه، تداوم پیدا کنه. این تداومش دقیقاً این تداومشه که باعث میشه گسترش پیدا کنه. تا تداوم نداشته باشه گسترش هم پیدا نمیکنه. ما اعتراضات سالهای گذشته هم که داشتیم همین ویژگی رو داشت که ادامه پیدا کرد. برای مثال مال کارگران نیشکر هفت‌تپه اگه ادامه پیدا نمیکرد تبدیل به جنبش نمیشد. نمیتونستن خواسته هاشون رو دیکته کنن به مسئولین حکومتی و جنبش های دیگر به همین ترتیب، معلمان به همین ترتیب. پس ما نیاز داریم که تداوم پیدا بکنه. وقتی تداوم پیدا میکنه، بازنشستگان ما اوایل فقط تو تهران داشتیم یا فقط هر یک شنبه تو اصفهان داشتیم، ولی بعد دیدیم شورا تشکیل دادن اینا. وقتی تداوم پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، این
هسته‌ها با هم در ارتباط قرار گرفتن. پس این ارتباط بین این هسته‌های مختلف، این کمیته‌های مختلفی که برای خودشون تشکیل داده بودن، باعث شد یه شورای هماهنگی اعتراضات مثل مال معلمان برای خودشون فراهم کنن. پس اینا اومدن هی گسترشش دادن. پس یک جنبش اعتراضی نیاز به گسترش داره قبل اینکه تثبیت بشه. مرحله بعد از گسترش و سراسری شدنش تثبیت شدنه، یعنی گسترش پیدا میکنه به این معناست که در استانهای مختلف، جاهای مختلف، نه که مثلا تو شهر بزرگی مثل تهران ما تو همین جریان اعتراضات اخیر هم داشتیم، مثلا تو محلات مختلف بوده اعتراضات بوده، اما نمیشه گفت که واقعا کامل سراسری شده یا نه. هنوز کاملا سراسری نشده. برای اینکه سراسری بشه باید به اون حد اکثر گسترشش برسه تا جمعیت میلیونی رو با خودش همراه بکنه. پس ما هنوز با اون بخش فاصله داریم. جلسه پیش هم من عرض کردم خدمت شما و همه بینندگان عزیزی که این برنامه رو میبینن، قشرهای مختلفی تو سطح جامعه هستن هنوز نپیوستن به اعتراضات. چه کار باید کرد اینا رو ملحق کرد؟ اینا هم ناراضی هستن. کسی که تو خونش نشسته مدام شعار میده، از پنجره شعار میده، ما میبینیم همون خشونت رو در حق اونام به نوع دیگه میکنن، مثلا شلیک میکنن به پنجره هاشون، با گاز اشکاور بهشون شلیک میکنن، میندازن تو خونه هاشون، بچه هاشون مسموم شده. همین صحنه ها رو دیدیم. ولی چرا نمیان باید راجع به این مسئله بحث کرد؟ نمیشه که فقط اون قشری که ما جوانن میبینیم تو سطح جامعه میان دارن شدیداً بها پرداخت میکنن. همین امروز ما خبرایی داشتیم که یه دختر 19 ساله از بازداشت که در اومد 2 روز پس از بازداشت خودکشی کرده. خب چه گذشته بر سر این دختر در بازداشتگاه؟ چون هیچ نهاد نظارتی نیست، چون هیچ کسی اینا رو پاسخگو نمیکنه، طبیعتاً اونا تو فاز هجومی خودشون موندن. پس ما برای گسترش نیاز داریم مابقی جمعیت جامعه، اقشار مختلف جامعه رو به این جنبش ملحق کنیم تا سراسری نشه، تا گسترش پیدا نکنه، تا تثبیت نشه. بعد این مرحله تازه تثبیت میشه، یعنی تداوم پیدا میکنه در محلات مختلف، در تمامی استانها و شهرهای مختلف ایران. این بستر اعتراضی هست و مدام هست. نیروهای رژیم رو فرسوده میکنه، خسته میکنه. تازه که تثبیت ادامه پیدا کرد ما وارد جنبش انقلابی میشیم. یعنی وقتی مرحله تثبیت رسیدیم تازه وارد جنبش انقلابی میشیم. اونجاست که در بخش جنبش انقلابی من توضیحات خاص خودش رو خدمتتون عرض میکنم. خب شما گفتین که همه بخشای ناراضی معترضین به این خیزش پیوستن، ناراضی ها هنوز نپیوستن و صنفای مختلف. برای نمونه میشه گفت معلمان تک نفر هستن قطعا، طبقه کارگر از جمله نفت، بازنشستگان، معلمان همه هستن. خب برای اینکه این ناراضیان به صف معترضین بپیوندن باید چی کار کرد یا چه موانعی سر راهشون است که نمیتونن به این خیزش بپیوندن وقتی که دل در گروه آزادی دارن؟ ببینید تنها بحث دل در گروه داشتن نیست، بحث منافع. ما با یه قشری طرفیم که خرد بورژوان، قشر متوسط، طبقه کارگر هم به اون میرسیم. طبقه کارگر وارد صحنه شده و فعالیتش هم کرده، پیش از این جنبش هم وارد شده بود، مدام در حال فعالیت بود. اما بحث اینجاست که قشر وسیع ما داریم، یه لایه میانیه به اسم قشر متوسط. این چرا ملحق نمیشه؟ اینهایی که تو ساختمانشون، تو اکباتان، شهرک فلان فلان میای بیرون شعار میدی، اما اثر ملموسش چیه؟ اینا کارهای سمبولیک، ما نمیگیم نباشه، کارهای سمبولیک نباشه، این عمامه پرانی و نمیدونم کوکتل مولوتوف زدن به پایگاه‌های بسیج و فلان، اینا خوبه، اینا اما اینا تا جایی خوبه. تا یه جایی باید دیگه حرکت پیشرفت کنه. اگه مرحله بعدی یه گام به جلو نباشه یعنی درجا زدی، چون رژیم کار خودشو میکنه، اون گاماشو پشت سر هم برمیداره، یعنی مدام سرکوبشو شدیدتر میکنه، گستره میکنه و ما تو جریان دستگیری‌ها، بازداشت‌ها دیدیم در عملکردشون نسبت به میزان کشته‌ها و فلان فلان، همه اینا دیدیم. پس اون یه گام جلوتره هنوز. ما همزمان باید با گام‌های رژیم باید جلو بریم، یعنی نباید پا بس بکشیم. الان مثلا ما می‌بینیم یه خورده فروکش کرده، یه خورده پا پس کشیده شده، روند مبارزه تغییر کرده. ما برای نمونه مثالی که داشتیم تو سیستان بلوچستان بود. مثال سیستان بلوچستان یه مثال خوبه. اینا فراخوان میلیونی دارن.
این یک نقطه شروع میتونست باشه برای رسیدن به اون گسترشی که ما به عنوان سراسری شدن از جنبش ازش نام میبریم. این فراخوان میلیونی بود و به واقع میشد دید که انقدر جمعیت در سطح شهر زاهدان زیاد بود که رژیم خودش وحشت میکرد مقابله کنه. در شهرستان‌های کوچک مقابله کرد، درگیری هم پیش اومد، حتی شلیک هم کرد رو به معترضین، اما دیگه نمیتونست، دست و بالش بسته بود. جمعیت وقتی زیاد باشه میترسه رژیم، وهم برش میداره، وحشت میکنه از اون اتحادی که تو سطح خیابون داره شکل میگیره. ولی اینا عموما در قالب اون ماهیت طبقاتی نیومدن، در اون هویت طبقاتی و مبارزاتی نیومدن. اینا مرکزشون مسجده، اینا اونجا رو به عنوان نقطه ثقل خودشون، جایی که همدیگر رو میبینن حول یک رهبر مذهبی و پیام‌هایی که میده. اما ما در طبقه کارگر متفاوتیم، کاملا متفاوته. یعنی یک شما مبارزه کاملا طبقاتیه. عذر میخوام، فکر میکنید که این طبقه متوسط که ازش اسم میبرید مذهبی هستن؟ همه نوعی توش هست، از لایک بگیر تا آتئیست بگیر تا مسیحی یهودی، همه جوره توش هست، تا مسلمان خیلی تون رو تا سکولار، همه اقشار توش هست. اما بحث اینه که چرا متصل نمیشه، چرا ملحق نمیشه. خب اینا یه خواسته هایی دارن. من یادم میاد در همین شب‌های گذشته مصاحبه‌ای بود توی یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای، یه فردی پیام داده بود، من از این قشر خود بورژوا یا متوسط جامعه بود. اینا خب در طول 30-40 سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی میبینیم که از یه پایه‌ای به یه پایه‌ای رسیدن، درسته، یه رشدی کردن، از لحاظ مالی به یه امکاناتی رسیدن. اینها میترسن اینو از دست بدن. بعضی هم بودن که عذر میخوام میگم دیالوگ دو نفره باشه، بعضی هم هستن که از این به قول لنین دایه میانی پرت شدن در طبقه کارگر، اینا هم هستن. خیلی از اینا رو داریم. اونا میان تو عرصه، اونا دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. مثل دقیقاً همین جوانای دهه 80 90 که ما میبینیم در سطح جامعه. شاید خیلی هاشون بچه پونک، چه میدونم اون محلات نازی‌آباد، اینا محلات بالا شهر تهران هم هستن، ولی میان، اینا هم چیزی برای از دست دادن ندارن. زندگیشون تلف شده. شما میبینید، دفعه پیشم خدمتتون عرض کردم، وقتی که وارد مدرسه میشید عموما تمام تحصیل و علمی که میخوان به تو یاد بدن شبه علمه، میخوان مغزشویی کنن، میخوان چیزایی بهت یاد بدن که اصلا تو رو از دنیا جدا میکنه، مثل یه رباتت میکنه در خدمت خود نظامی که هستش، میخواد ازت بهره کشی بکنه مثل یک برده، مثل یک ربات، مثل یک ماشین. خب این زده میشه. این جوان همتایان خودش رو تو جوامع دیگه میبینه، وقتی باشون در ارتباط دنیای امروز، عصر انفجار اطلاعات، عصر ارتباطات وسیع، در کسی از ثانیه متصل میشه به دانشجویی که تو آمریکاست، وضعیت مطالعاتیش، کتابایی که میخونه، وضعیت دانشگاهش، اینا رو که میبینی، یا اونایی که تو اروپا هستن با خودش داره مقایسه میکنه. یعنی چندین برابر این فشارهایی. حکم این که این رژیم یک رژیم کاملا ضد زنه، تمام قوانینش ارتجاعی و ضد زنه، خب این فشارها روی زنان جامعه بیشتره. به همین خاطرم هست که زنان عرصه رو در دست گرفتن، واقعا دیگه زده شدن، به اینجاشون رسیده این خانم‌ها. واسه همین هم هست که تعداد کشتار نسبت به جنبش‌های قبلی در میان زن‌ها ما زیاد می‌بینیم. اما برسیم رو همون لایه میانی. چرا اینا ملحق نمیشن؟ دفعه پیش من گفتم باید شعارهایی باشه که بتونه اینها رو هم بکشونه، یعنی منافع اونها رو هم صدا بزنه در سطح جامعه. مثلا بسیاری از دانشجوهای عزیز ما میبینیم که الان در تجمعات و اعتصاباتی که قبلا تا یکی دو هفته پیش واقعا عظیم بود در سطح دانشگاه ها، دیگه
از اون حالت خودش خارج شده. یعنی سرکوب‌های عظیم رژیم خودش یه دلیل بوده و گام دیگش یا خطای دیگش، خطایی که دانشجوهای ما در طی دهه‌های پیشین هم اینا مرتکب شدن، یعنی همون خطا رو دوباره تکرار کردن در عرصه مبارزاتشون. مثلا مثل سال 78 شما عرض کردم باید هیچ وقت از گام تهاجمت، از حالت تهاجمت خارج نشید. شنیدید که دیگه همیشه میگن بهترین دفاع حمله است. مادامی که بیای به وضعیت انفعالی، رژیمه که سرکوبت میکنه، رژیمه که میاد تعرض میکنه و عرصه رو به تنگ میکنه. چند روز پیش یه مصاحبه بسیار جالب در روزنامه لوموند فرانسه بود و اتفاقا با چند تن از اساتید برجسته فرانسه صحبت کرده بود در حوزه‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی. در مورد موضوع بحثش هم همین جنبش اعتراضی که تو ایران بود پرسش مطرح کرده بودن. این اساتید در پاسخ این که چرا رژیم توانسته تا این مرحله پیش بیاد با وجود این که 50 و خورده روز نزدیک به 2 ماه این جنبش ادامه پیدا کرده، اینا ازشون پرسیده بودن که خب کی وارد فاز انقلابی میشه، کی اینا بالاخره به اون فاز میرسن که بخوان رژیم رو سرنگون کنن و چنج صورت بگیره. در جواب اینا گفته بودن زمانی که عرصه خیابان در تصرف مردم باشه و رژیم نتونه اونو بازبست بگیره، یعنی وقتی میری تو، اینی که میگم، میری یه پایگاه بسیج و کوکتل مولوتوف میزنی، اثر ملموسی نداره، اثر نمادین داره. خوب این حرکت ها برای اینکه روحیه بده به جنبش، برای اینکه مردم رو خوشحال بکنه، یه نوع مثلا ترسی در دل نیروهای رژیم بندازه، اینا خوبه. اما مرحله بعدی چیه؟ زمانی ملموسه که تو وقتی میری اینو میسوزونی، آتیش میزنی، تسخیر میکنی پایگاه بسیج رو. اونجا پر از یه سری اسناد نظامی و چه میدونم سیاسی و اطلاعاتی و ایناست، میتونی اونا رو بگیری ببری یه جای یه سری تجهیزات هست مثل بیسیم هایی که اونجا هست. این نیروهای ما، جوانای ما وقتی میرن اونجا میتونن از این بیسیم ها بیان استفاده کنن. همین بیسیم ها، همه ما بالاخره پسرایی که سربازی کردن اینو میدونن که میتونی رو موج کوتاه، رو موجایی که میگردی، موج بیسیم خود نیروهای سرکوبگرم ردیابی کنی و این کمکت هم میکنه. هر چی ابزار دستت باشه راحت‌تر میتونی مقابله کنی. میدونی دقیقاً کجا نیرو میفرستن، کجا دارن میرن، کجا دارن میان، راهشون رو ببندی. اینا پس مزیت اصلا هم دستت میاد. زمانی که رژیم اینو میفهمه که تو وارد این فاز حمله شدی، از تهاجم دست نمیکشی و وسایل نظامی حتی به بهای کشتن نیروهای خود رژیم هم دستت اومده، اون مجبور به یگام به عقب میشه و میترسه. پس به خاطر اینکه ما بخوایم این قشر رو بیاریم، ما لازمه یک، شعارهایی که مطرح میکنیم تضمین امنیت بدیم. گفتم در یکی این شبکه‌ها یکی از همین قشر پرسیده بود که آقا برفرض که ما ملحق شدیم، در آینده ایران، در حکومت بعدی، در سیستم بعدی چه تضمینی هست که دارایی‌های من مصادره نشه؟ بسیاری خب این دلنگرانی رو دارن. قبل از اینکه بریم سر این موضوع که دلایل نپیوستنشون چیه، میخواستم در مورد این حرف بزنیم که خب اشاره کردیم به این که شعارهاشون شعارهای این قشر از جامعه نیست. به نظر شما چه شعارهایی لازمه که این قشر رو صدا بزنه و بهشون بگه که به ما بپیوندید، به معترضینی که در خیابونا هستن روزانه دارن بها پس میدن، خون میدن، به اونا بپیوندیم؟ باید چه اینو باید مطالعه کرد، در میان جمعیت رفت. طبیعتا خواسته اونها این زن زندگی آزادی خوبه، یه شعار کلی هست، اما باید خواسته اونها رو مطرح بشه. مثل چی؟ مثل این که مثلا یه سیستم سکولار میخوای، یه جمهوری دموکراتیک میخوای، حاکمیت قانون میخوای، تضمین امنیت مالی میخوای، تضمین کاری میخوای. همه اینها میتونه در شعارها مطرح بشه، به این قشر هم بکشونه به جامعه. کسایی که مثلا تو این قشر هستن بیمار دارن، الان ما مشکل دارو درمان داریم به شدت در کشور، باید درد اونها بیان بشه. هر قشری رو که ما میبینیم باید دردشون، باید رفت، مسائل زندگیشون، میزان حقوقشون، دریافتیشون، چقدر هزینهشون، همه اینا رو مطالعه کرد. همه این مطالعات پیش از انقلاب 57 صورت گرفته بود. حتی لیستی از تمام کسانی که قرار بود در
فردای پیروزی انقلاب روی پشت بام مدرسه رفاه اعدام و ترور بشن، قتل عام بشن، همه اونها رو همین لاجوردی مثلا از سال 53 54 آماده کرده بود. دقیقاً میدونستن که میخوان چیکار کنن. این جنبش هم اگه میخواد وارد فاز انقلابیش بشه، باید همه چیش مطالعاتی، بر اساس فکت، بر اساس علم. مبارزه یک علمه. ما اگه بخوایم فقط تهییج کنیم مثل بسیاری از احزاب دیگه، فقط جوان‌ها رو بفرستیم جلو بدون اینکه راهکاری ارائه بدیم، بدون اینکه مسیر رو براشون هموار کنیم، اینا هی بها میدن، بالاخره توی فازی هم خسته میشن، مایوس میشن و رژیمی که دست بالا رو میگیرن. پس ما باید گام به گام بهشون، دقیقاً شاید حرف ما اینجا تلخ باشه، اما من نمیخوام مثل رسانه‌های دیگه چیزهایی رو بگم فقط حلوا کنن، نه، حقیقت تلخه اما باید بیان بشه، باید واقعیت ها عنوان بشه که این جوانایی که اصلا تو سطح جامعه دقیقاً بدونن. میرم سراغ سوال شما. مثلا دانشجویان، قشر عمده دانشجویان همین قشر متوسط است. خب من خدمتتون عرض کردم، گفتم دانشجویان یک خطایی داشتن. سال 78 هم همین خطا رو مرتکب شدن. جنبش 78 بسیار عالی بود، یعنی خوب داشت پیش میرفت. زمانی که اینها از عرصه تعرض خارج شدن به رژیم، سرکوب شدن به شدیدترین. من یادمه که از دانشگاه تهران اینا حرکت کردن به سمت وزارت کشور، اومدن تو خیابون. اونجا همین قشر پاسداران سیاسی نظام مثل اصلاح طلبها، مثل یزدی، مثل ابراهیم نووی و همین مهاجران اینا نذاشتن. گفتن شما نباید این کارو بکنید، نباید روی ارگان‌های دولتی هجوم ببرید، این دموکراتیک نیست، نمیدونم از فاز فلان خارج میشه. خلاصه همین بهانه‌هایی که همین الان هم دارن میارن دیگه، میگن نباید از پرهیز کرد، از خشونت فلان کرد، نباید از فاز آرامش خارج بشه و اینها. همون موقع هم همین کارو کردن. دانشجویی که فعاله تو عرصه دانشگاه فقط یه جا جمع میشه، فقط یه سری شعار هم میده، محدوده. از حوزه دانشگاه دیوارش خارج نشده. زمانی تو موافقی که بتونه اون دانشجویی که اونجا فعاله بره در میان قشرهای میانی جامعه، قشرهای حاشیه‌ای جامعه، برای چی اونجا نشستی؟ پا میشی میری در مناطق حاشیه‌ای آگاهگری میکنی، در موردشون میپرسی، حرف دلشون رو میفهمی، تضمین میدی برای فرارشون. چجوری میخوای اینا رو جذب کنی؟ باید نحوه سازماندهی رو بهشون یاد داد، باید اینا یاد بگیرن که وقتی میری توی محله‌ای درداشون رو بیان کنن، اینا برات گوش بدی بهشون، ببینیم مسائلشون چیه، از چی میترسن، چه تضمین هایی بهشون میدن. مثلا خیلی هاشون بچه‌هاشون، ما یه آماری داشتیم که یه هفته 10 روز پیش بر اساس آمارایی که خود رژیم هم ارائه داد، 30% نوجوانای ما از تحصیل باز موندن، از مدرسه اومدن بیرون به خاطر فقر مالیه، به خاطر گسترده تر شدن حاشیه نشینی تو ایرانه. خب این یه بستر مناسبه دیگه. همه اینها جوانای پرشور و با هیجانی دارن که واقعا میخوان تغییر ایجاد کنن، اما باید تضمین بهشون داد، به خانواده هاشون، که طرف بچه‌شو میفرسته کار میکنه لب خیابون، حالا گل فروشی میکنه، کارگری میکنه، هر کاری میکنه، باید این مطمئن بشه که در فردا روزی تمام منافع این خانواده تامین میشه، خون جوونش پایمال نمیشه. اگه 2-3 تا بچه دیگه داره، بچه‌های دیگهش براش تضمین میگیریم که تحصیل براش رایگان باشه، حتما رایگان باشه تا مقطع دکترا. از آینده کاری، شغلیش، همه اینا باید در حکومت آینده بهش تضمین داده بشه. باید اینا رو آگاه کرد. خب این دانشجو مادامی که تو دیوار حبسه، از اونجا خارج نشده، نرفته تو بستر جامعه، با مردم در ارتباط نبوده، تو همون محوطه خودش بوده، راحت هم سرکوب میشه. ما بازداشت‌های گسترده حتی شبونه به نیت اینکه فضای رعب و وحشت رو گسترش بدن، رفتن تو خوابگاه دخترونه، از نزدیک با گل فشنگ ساچمه بهشون شلیک کردن اینا. خب خیلی هاشون هم زخمی شدن. اینا فقط برای ماندگاری اون فضای رعب و وحشت. پس باید از اون قالب خارج بشه. 1، شعارهاشون باید مطرح بشه. 2، باید رفت تو فضاهایی که اونا هستن، نباید فقط مختص به یه چهارراه، یه گوشه. اینه که میگم باید وارد اون فضای گسترش بشیم. کار داره، کار یه شبه نیست، کار 2 شبه نیست، شاید 1 ماه. چقدر طول میکشه ما واقعا نمیدونیم، اما تو این فازی که طول میکشه، تو این مدتی که طول میکشه،
به بلوغ هم میرسه این جریان. این جنبش به بلوغ میرسه، بعد وارد تثبیت میشه. وقتی حسابی سراسری شد، گسترده شد، وارد تثبیت میشه. تثبیت که شد، اونجاست که وارد فاز انقلابیش میشه. یعنی به نظر شما الان وارد فاز انقلابی نشدیم؟ نه، هنوز ما نشدیم، واقعا خیلی فاصله داریم. به نظر من شدیم. دلایلش رو میتونم براتون بگم. این که خب ما نمیتونیم این رو یه جنبش مثل مابقی جنبش‌ها که در سالهای گذشته داشتیم ازش اسم ببریم، چون تداومش بسیار بسیار از اون جنبش‌های قبلیه و در طول این مدت حمایت‌هایی که مردم در داخل ایران داشتن، من نمیگم حمایت‌های فوق‌العاده‌ای بوده، اما خب حمایت‌هایی بوده که در طول 43 سال گذشته مدام رژیم خواسته که از جمله اختلاف بین ملیت‌های مختلف که اینو خیلی بارز بوده و ما همیشه شاهدش بودیم، تونستن این ملیت‌ها تونستن این سد رو بشکنن و این اتحاد رو بین خودشون درست کنن. و اینکه خب اینکه زنان در صف اول مبارزه بودند و الان همه مردم در همه اقشار مختلف مسئله زنان رو به عنوان یه مسئله فقط مختص زنان نمیدونن، مختص جامعه میدونن و میدونن که این مشکل در جامعه هستش. و اینکه خب این همه دستاورد که مردم در طول 2 ماه گذشته داشتند، دستاوردهای زیادی داشتن که قطعاً بیشترشون حتی اگه رژیم بتونه که خیلی درصدش کمه و ما به قول شما نمیتونیم اینو پیش بینی کنیم که چقدر میتونه که سرکوبش کنه یا نه، اما اگر درصد خیلی خیلی کمی هم بتونه سرکوبش کنه، مردم اون دستاوردها رو دیگه به رژیم پس نمیدن و رژیم نمیتونه اون دستاوردها رو پس بگیره. از جمله همین مسئله زنان، از جمله همین حمایت‌هایی که در بین ملیت‌های مختلف بود و حمایت‌های گسترده جهانی که مردم همه جهان بعد از 43 سال ماهیت واقعی رژیم رو شناختند و فهمیدند که مردم ایران در تحت حاکمیت چه دیکتاتوری بودن. و به نظر من این فاز انقلابیه و ما نمیگم که خیلی از این فاز جلو رفتیم، اما ما داریم صدای انقلاب رو میشنویم. و اینکه احساس میکنم شما هرچند که در حرفای آخرتون اشاره کردین که این خب قطعا زمان میبره، شما یه خورده عجله دارین. خب دانشجوها یه دوره خیلی طولانی بی صدا بودن، میشه گفت خیلی به ندرت 2-3 سال پیش اونم از حمایت از بازنشستگان بود و کارگران 7 تپک اومدن بیرون، فرزند کارگران کنارشان میمانیم. بعد از 88 دیگه دانشجوها ساکت بودن و خیلی به ندرت اومدن بیرون. خب الان بعد از این همه سال میدونیم که از روز اول که اولین دانشگاه اصفهان بود که فراخوان داد به پیوستن به اعتراضات و اعتصابات و حمایت از مردم، و تا به امروز هم ما میبینیم که دانشجوها ساکت ننشستن. هر روز در یه شهری یه دانشگاهی و مدام دانشگاه مختلف در تهران، شما بهتر میدونید که خب خبرها رو هر ساعت دارین دنبال میکنین، دانشجوها ساکت نبودن. و اینکه خب همین قشرهای مختلف هم گام به گام، هر انقلابی گام به گام داره پیش میره و قطعا همونطور هم که شما گفتیم ما نمیتونیم زمان سرنگونی و انقلاب رو پیش بینی کنیم و قطعا زمان میبره، سرنگونی رژیم هم زمان میبره و به نظر من عجله نکنیم، نه دانشجوها رو مقصر بدونیم که دارن دوباره اشتباه میکنن. شاید هم دانشجوها دلیلی داشته باشن که به خیابون نمیان، شاید از سرکوب عریان و خشنی که رژیم داره و اینکه مردم ازشون در خیابونا کمتر پشتیبانی میکنن تا به اکنون، شاید اگر زمان بگذره اونا وارد عرصه عمل بشن در خیابونها و یا در روستاها و کار سازماندهی رو انجام بدن. نظر شما چیه؟ ببینید رفیق خانم، اصولا انقلاب یعنی چی؟ برای چی میری پای انقلاب؟ انقلاب یعنی بنیان شکستن، یعنی تغییر کلیه زیرساخت، یعنی از بن تغییر دادن، درسته؟ یعنی وارونه کردن همه چی رو. خب ما هنوز وارد اون مراحل نشدیم، یعنی مرحله آخرت انقلاب. من که خصیصی کوچک اسم میبرم. تو کل این جریان کجای
این مسئله در طول این 50 و خورده روز حرفی از آلترناتیو بوده. مرحله پیش از انقلاب، زمانی که تو میری پای این که رژیم رو سرنگون کنی، یه مرحله دیگه داره به اسم تدارک انقلاب. در اون مرحله تدارک انقلابه که تو دست میبری به قدرت، دست میازی، به قول فارسی میری دست میازی به ارگانهای دولت، همه اونا رو تسخیر میکنی. ببینید من یه شمای ساده بهتون بگم. شما 3 تا لایه رو در نظر بگی، 3 تا دایره تو در تو رو. هسته مرکزی اون همون هسته مرکزی قدرته که جاییه که از اونجا فرمان به لایه‌های دیگه داده میشه. لایه بعدیش لایه‌های میانی هستن. عموماً کیا هستن؟ نمایندگان مجلس، وزیر وزرا، فرماندهان لشکری و نظامی. بعد از اون کیا هستن؟ لایه‌ای که دورتره و لایه سومه و بیشتر با مردم در ارتباطن اینا، مثل این استانداری، فرمانداری، چه میدونم شهرداری، بخشداری، اینا هستن. یا نماینده های شهرستان های کوچک، فرمانده های نظامی کوچک. شما پله به پله پیش میرید. آیا میشه جهش کنی از لایه سوم بپری به مرکز؟ نه. تا این لایه ها دونه بدون ریزش نکنن، تا جمعیت میلیونی نشه. یکی از خصوصیات شرایط انقلابی ریزش وسیعه. یکی دیگه از خصوصیاتش درگیری بین جناح‌های مختلف رژیمه. مردم انقلابی تو اون فاز از اون درگیری، اختلاف نظرهای وسیعی که ما بین جناح‌های مختلف رژیم است و اینها رو در روی هم قرار داده، به عنوان یک بستر مناسب استفاده میکنن و هجوم میبرن، چون اونا دیگه به جای رسیدن که نمیتونن با هم دیگه کنار بیان. درسته؟ پس ما تو سطح جامعه یک شرایط انقلابی میخوایم، دو یک جنبش انقلابی. تا این دوتا با هم نباشه هیچ وقت هیچ انقلابی رخ نمیده. اگه شرایط انقلابی نباشه اما جنبش انقلابی باشه، موفق نمیشه. برعکسش هم صادقه. یعنی اگه جنبش انقلابی باشه شرایط انقلابی نباشه، باز هم نمیشه. این دوتا مکمل هم دیگه هستن. یعنی شرایط انقلابی چیه؟ ناکارآمدی گسترده رژیم. یه رژیم از حل مشکلات مردم واقعا عاجزه، نمیتونه، تواناییشو نداره و نمیتونه برآورده کنه. اینجاست که من به این مسئله میرسم. شما از دستاورد حرف زدید. ما مسئولین خود رژیم رو میبینیم با کمال پررویی میان میگن ما از اون مسئله حجاب به هیچ وجه کنار نمیاییم و هنوزم نیومدن. یکی از پایه‌های اساسی فکری و ایدئولوژیکشونه. قرارم نیست کنار. اینه که من میگم باید نتیجه ملموس داشته باشه. درسته من اینجا دارم این خطا رو به دانشجوهای عزیز یادآور میشم. دارم بهشون یادآور میشم که از اون محوطه خارج بشن. اگه مدام اونجا باشن راحت‌تر سرکوب میشن. به همین خاطر اگه ما میخوایم وارد فاز انقلابی بشیم باید خب شرایطش مهیا بشه. کی با اینا رو مهیا میکنه؟ صرف این که بشینیم فقط امشب مثلا سنندج، فردا اصفهان، پس فردا شیراز، هر شبی چند تا شهر، این فایده نداره. این رژیم رو سرنگون نمیکنه. ما نیاز به هماهنگی وسیع داریم. باید این توده های عظیم رو بیاری. حتی جنبش کارگری تا توده ای نشه نمیتونه موفق بشه. جنبش الان هم این جنبش اعتراضی هم تا به معنای واقعی توده ای نشه، تا اقشار مختلف رو به درون خودش نکشونه، موفق نمیشه. نمیتونه رژیم رو ساقط بکنه. نمیتونه دست ببره به اون اهرم‌های فشار. اینه که من میگم باید دستاورد ملموس داشته باشه. زمانی که رفتی اونجا، توده‌های عظیم آوردی جلوی دانشگاه، جمع شدن، خانواده ها رو آوردی. برای من جلسه پیش در مورد مثلا زندانیان صحبت کردم. خانواده های زندانیان رو آوردی. بسیاری از این لیدرها، رهبرای میدانی که بودند الان تو زندانن، شکنجه میشن، حکمای سنگین میگیرن، حکم اعدام میگیرن. خب برای چی اینا تو زندان بمونن؟ راحت رژیم بتونه سرکوبشون کنه، بکشه، قتل عام بکنه. ما همین جمعیت جمع نمیشه. همین جمعیت میتونه جلوی زندان ها بره. میتونه بسیاری، طبق آماری که اعلام شده ما بین 15 تا 20 هزار نفر ما از اینا تو زندان داریم. شما فکر کنید با اینایی که تو عرصه جامعه هستن ما جنبش رو هنوز ادامه دادیم. هنوز داره تداوم پیدا میکنه. حالا اگه اونها هم به این جمعیت ملحق بشن، چقدر دیگه این جنبش ظرفیت هاشو داره بروز میده، وسعت پیدا میکنه، بیشتر گسترش پیدا میکنه و به اون فاز تهاجمی تر نزدیکتر میشه.
پس ما نباید از اون فاز تهاجمی خارج بشیم و تو وضعیت انفعالی قرار بگیریم. الان وضعیت دانشجوهای ما تو همین وضعیته، ساکتشون کردن. ما خیلی از دانشجوها رو داشتیم تو همین دانشگاه ها، مگه چند درصد دانشجوهایی که عزیز ما تو دانشگاه بودن ملحق شدن می اومدن اعتراض میکردن؟ یکی از شعاراشون همین بود که بی غیرت‌ها نشستن دیگه، 80 تو حبسن، بی غیرت‌ها نشستن. میگفتن برای چی ملحق نمیشید؟ اینا حتی تو همون بستر محیط دانشگاه خودشون هم کار دارن، هنوز کلی کار دارن تا بتونن مابقی دانشجوها رو به سمت خودشون جذب کنن، بکشونن، اونا رو متوجه کنن که وقتی تو زیر یه سقف هستی، مثل کارگرای عزیز صنایع ما، منافع مشترک داری. منافعت که مشترکه باید صدات هم یک صدا باشه. نمیتونی تک پا بزنی، نمیتونی خودتو جدا بکنی از اینی که من میخوام. تنها برای خود من نیست، برای تو هم هست. فردا پس فردا که دوباره تابستون میشه، هوا گرم میشه، فشار بهت میارن، چه میدونم واحدهایی که اصلا ربطی به حوزه تخصصی نداره به زور بهت قالب میکنن، استادی که داره ازت سوء استفاده میکنن، آینده کاری که برات نیست. همینا رو من دارم، درد تو هم هست. تو برای چی ملحق نمیشه؟ پس کار داره. همینا بستر هست، زمینه هست برای کار کردن. و یکی دیگه از بسترهاش هم مناطق حاشیه‌ای، مناطق فقیرنشین، اینا ظرفیت هاشون بالاست. اینا رو ما میتونیم، مگه یکی از فرماندهان سپاه نگفته بود سال 88 گفتم اینایی که دارن میان این طبقه، نمیخوام توهین تلقی بشه، سوسول و نمیدونم متوسط و اینایی که تو ناز پرورده شدن، بترسید از روزی که بچهای جوادیه و نمیدونم جنوب شهر و اسلام آباد و اینا بیان. میترسن. وقتی اون میاد برای حمله میاد، اون میاد با سلاح سرد میاد، با دست پر میاد، مثل سال 88 نیست بگه نمیدونم پلیس با غیرت، نمیدونم پلیس فلان نزن، پلیس با شرف نزن. این شعارها ما نداریم. میزنه، اون دنبال منافع خودشه، داره پول میگیره بابتش. برای چی 40% حقوقشون رو برده بالا؟ وقتی برنامه کمه، اما میخوام یه ارزیابی کلی داشته باشین از حرفامون. امیدوارم توی برنامه دیگه با هم ادامه بحثمون رو با هم داشته باشیم. حتما خوشحال میشم. من نمیخوام حرفای من مایوس کننده تلقی بشه. یک نمونه برای بینندگان عزیز من مثال میارم. فقط اینو در نظر داشته باشن، شعاری که شما مطرح کردید، انقلابی که تو ایران مطرح میشه و بسترش داره فراهم میشه، انقدر مهمه، انقدر اهمیت داره که تمام کشورهای دنیا اومدن دارن نقشه میکشن، طرح‌ریزی میکنن. شما وقتی اخبار دنیا رو مطالعه میکنی، تو چند روز گذشته روسیه‌ای که دقیقاً تو جریان اعتراضات ایران 15% خاک اوکراین رو به خودش ملحق میکنه، میگه به هیچ وجه من طی رفراندوم این کارو کردم. یهو میبینید طی 2-3 روز گذشته یکی داره عقب میکشه، پس میده همه اینا رو. همزمان با اون رئیس شورای امنیتش داره میاد تو تهران. از اون برم نیویورک تایمز مقاله میده که خامنه‌ای تو بستر بیماری داره میمیره. همه اینا باید یه نداهایی به ما بده. از اون ورم حزب الله لبنانی، دولت لبنان، عموما حزب الله لبنان 90%ش میره پای معامله‌ای با دولت اسرائیلی که قبلا میگفت ما 150,000 موشک داریم، حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنیم. قرارداد نفتی گازی بسته، امضا کردن. حتی رسما تو توییتر حسن نصرالله اعلام کرد که من نیروهای خودم رو از فاز تهاجمی نسبت به ارتش اسرائیل عقب کشیدم. اینا باید یه ایده به ما بده. وقتی میایم تحولات ایران رو بررسی میکنیم، باید تحولات کل دنیا، منطقه و خود ایران، همه اینا زنجیروار به هم دیگه متصلن. ما نباید بذاریم که یک رضا شاه قلدر دیگه، یک کودتای 3 اسفندی برای ما طراحی کنن، یه خمینی از توی غول چراغ جادو برای ما در بیارن، مقدسش کنن، رهبر برای ما بتراشن. مردم ما، من برای همین میام خطایی که عنوان میکنم برای دانشجو یا مشکلاتی که دارم میگم به مردم عزیز ما، نباید به فاز انفعالی وارد بشید، باید از فاز تهاجم خارج نشید، باید مدام تهاجمی عمل کنید، سعی کنید لایه‌های مختلف جامعه رو جذب کنید. میتونید و باید این کار بکنیم اگه میخوایم وارد فاز انقلابی و تدارک برای انقلاب بشیم. تا اون رهبرا کم کم میان بالا، وقتی اومدن بالا،
اونجاست که ما دیگه آلترناتیومون تو مرحله تدارک انقلاب غالب میکنیم، عنوان میکنیم، همه گیرش میکنیم. ما نباید بذاریم دیگران برای ما نسخه بپیچن یا انقلاب برای ما طراحی کنن یا رهبر برای ما طراحی کنن یا سیستم به ما غالب کنن. مذاکراتی با مجاهدین خلق بوده، دارن بستر رو برای خیلی دارن فراهم میکنن. خیلی ها دلشون رو صابون زدن، مثل فرشگردیا، مثل مدیریت شوراگذاریا، همه اینا آمادن. اینا قول و قرار رو به کی میدن؟ صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی که آره شما از ما حمایت کنیم، ما قول میدیم دولت آینده. خب چه فرقی میکنه؟ من قرار نیست فقط روسریم برداشته بشه. این دختران و زنان ما تو سطح جامعه باید اینو درک کنن که حق و حقوقشون خیلی فراتر از اون هست. اگه یه لحظه پا عقب بکشن، یه ذره کوتاه بیان، اونا همه چی رو براشون تغییر میدن به نفع خودشون. منافع ما باید بسیار طبقاتی و تهاجمی باشه. نباید همیشه باید انقلابی فکر کنیم، جنبش باید انقلابی باشه و نباید از فاز انقلابی خارج بشه. امیدوارم طی روزهای آینده اینی که ما تو مراسمات سوم، چهلم، هفتم اینا میبینیم خوبه، اما حضور گسترده مردم لازمه. مردم باید برن. فرض کنید فرزند خودشونه، فکر نکنن که پدر مهسا روزهای اول حرف قشنگی زد، گفتش امروز مهسای من بود، فردا دختر شماست. دقیقاً همینه. یارو دختر رو بردن، پسره رفته شعار نویسی کرده تو خرم‌آباد، 2 تا گلوله بهش زدن کشتنش. خب امروز فرزند ایشون بوده، فردا فرزند مابقی مردم ایرانه. باید مردم بتونن به این جنبش ملحق بشن، باید هرچه گسترده ترش کنن، جای تعارفی نذارن، باید فشار بیارن به نیروهای سرکوبگر که وادار به ریزش بشن. اونا وقتی بدونن که فشار زیاده، جمعیت زیاده، اونم تا یه جایی خودشون خوب میدونن. دقیقاً همین روزا ما داریم خانواده‌های خیلی از این مسئولین دارن فرار میکنن. پس امید هست، فقط باید طبق اصول و طبق اصول علمی، مبارزه علمی و طبق اون اصول باید پیش رفت. بله، سپاسگزارم. رفقامون از اتاق فرمان مدام دارن میگن که وقتمون به اتمام رسیده. امیدوارم که به همین زودی در یه برنامه دیگه بحثمون رو ادامه بدیم. خوشحال میشم. خوشحال میشیم، منم خوشحال میشم. بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان بخش دیگری از برنامه زنده ویژه اعتصاب و اعتراضات سراسری در ایران رسیدیم. آنچه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق کاوان صنیعی، همکارم از بخش خبر. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم. تا دیداری دوباره، شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. من جاده رو برات صاف میکنم، هرچی سرابر و پراب میکنم، بیا بری. من از رومین و بمبوس شنزار میدوم، جای کمرت شلاق میخورم، بیا بری. بعد ما بارون میباره از شازاری، پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی. ما بریم تو سینه ها رگبار و آهن نیست، دیگه هیچ خاکستری از جنس آدم نیست. من بالا تو برات باز میکنم، با تو تو تاریکی پرواز میکنم، بیا بری.
من چشماتو پر از خورشید میکنم، گوشاتو پر از آواز میکنم، بیا بریم بعد ما